اون چیزی که در مورد واداشته شدن به سمت مرگ گفتین یا گفتین گاهی قتل ها خودکشی هن، خب یه تردید جدی ایجاد میکنه درباره آمار و آمارهایی که منابع رسمی کشور مثلا درباره خودکشی ارائه میکنن. بعد مسئله اینجا مسئله جدی که مطرح میشه اینه که خب مثلا ما تحلیلگران علوم اجتماعی یا مثلا علوم انسانی روی این آمارها تکیه میکنیم و تحلیل ارائه میکنیم، اون وقت اینا چه اعتباری دارن؟ چون بررسی که میکردم، خب ما تو جامعه شناسی خوندیم که یکی از صاحب نظرهایی که راجع خودکشی کار کرد، اون کار کلاسیک معروف امیل دورکیمه که فکر میکنم در سال 1897 کاش منتشر شد، این 3 سال مونده به آخر قرن 19 و بدل شد به یک کار کلاسیک بسیار ارزشمند و تاثیرگذار که بعد از او افراد زیادی از او پیروی کردن و همچنان دیدگاهش تو خودکشی محل بحثه و دورکیمی ها همچنان دارن در واقع خودکشی رو از اون منظر مطالعه میکنن، کار میکنن. همین کتاب زندگی زیر فشار هم در واقع نگاه دورکیمی داره و از فشار ساختاری صحبت میکنه. منتها میخواد اصلاحاتی در مبانی نظری دورکیم انجام بده. اما یکی از نقدایی که نوع جدی که به دورکیم وارد شد استفاده از آمارها بود. که این آمارهایی که شما استفاده کردی و اینکه نشون بدی مثلا خودکشی کم شده زیاد شده، در واقع مثلا آقای جک دی داگلاس کتابی داره به نام ریشه های اجتماعی معانی اجتماعی خودکشی، نقد بسیار بنیادی داره به دورکیم و یکی از نقدش همین آمارهایی که او استفاده کرده و اینکه این آمارها اصلا چه اعتباری داره و بعد این آمارها چه معنایی پشتشونه. بعد اون مرگی که مثلا فرض کنید بیمارستان بیان میکنه به عنوان خودکشی یا خانواده معرفی میکنه به عنوان خودکشی، آیا واقعا خودکشی بوده یا نه؟ و اون خودکشی هایی که مثلا خانواده ها یا بیمارستان پنهان میکنن و خودکشی یا نمیزنن، برای که اصلا خود خودکشی یه برچسب اجتماعی منفی تلقی میشه برای خیلی از خانواده ها یا برای کسایی که اقدام به خودکشی کردن. یعنی یکی از مسائل مهمی که اینجا مطرح میشه استیگما یا داغ اجتماعی خودکشی برای خانواده یا برای فرد اقدام کننده. درسته. خب وقتی بحثتون این آمارها رو در واقع به نحو جدی به پرسش میکشه و ما با وقت چیکار کنیم با این آمارها و چجوری مواجه بشیم؟ ببین خب سوال بسیار جدی هست به نظرم. خب ما باید روی یک چیزی تکیه کنیم که قابل استناد باشه و علمی باشه و حداقل در موردش دیگه ما با یه خطایی مواجه نشیم. تعریف این که یه مرگ، حالا مرگ طبیعیه یا مثلا مرگ خودکشیه، خیلی مهمه. به این خاطر خود سازمان نظام پزشکی هم معمولا پزشکی قانونی می‌نویسه که مرگ مشکوک به خودکشی، یعنی تعریفی که داره به عنوان مرگ مشکوک به خودکشی، یعنی مشکوکه و این خیلی میتونه محل نقد و بحث باشه و ما شاید نیاز باشه که نظام‌هایی که حالا در به لحاظ سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این کار مثل وزارت بهداشت، مثل پزشکی قانونی و خود قوه قضاییه یک تعریف جامع و دقیق و شست‌ورفته‌ای از مرگ خودکشی داشته باشن که به حداقل سیاستگزاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران، جامعه شناسان بالاخره خیلی فعال هستن تو این زمینه، بدونیم با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. همینجا دکتر خود تعریف خودکشی رو هم بگیم. خودکشی خب دورکیم تعریف خوبی داره دیگه، میگه هر نوع رفتاری که فرد میدونه که با اقدام بهش یا سر به اون رفتار میتونه به مرگش منجر بشه. اما من فکر میکنم باز دورکیم علیرغم همه بزرگی که داره و حق بالاخره جامعه شناسی هست که در همه جای دنیا محل رجوع و رفرنس، من فکر میکنم باید از این تعریف عبور کرد. به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی میگم خیلی از رفتارها، خیلی از کنش‌های جامعه ما، هر نوع رفتاری که میدونیم به مرگ ما منجر میشه، خیلی از رفتارهای آدم‌ها میدانند که به مرگ منتهی میشه و به مرگ هم منتهی میشه، اما اسمش خودکشی نیست. انتخاب تنهایی مفرد. تنهایی مفرد، یه فرد سالها تنهایی زندگی میکنه،
اون فردی که در جامعه نیست و در نهایت در اثر یه اتفاق میمیره و تو تنهاییش میمیره، آیا این اگه خودکشی نیست پس چیه؟ فردی که با مصرف بی‌رویه و خیلی زیاد مواد مخدر که به اصطلاح حالا میگن اووردوز که تشخیصش هم باز خیلی گاهی اوقات نمی‌نویسن که این دقیقاً خودکشیه، یعنی مرگ‌هایی که در اثر مصرف یک نوع مواد، داروهایی که مثلا روانپزشک تجویز کرده. خب باید عمدی باشه که خودکشی بشه دیگه. خب بله همین، یعنی فرد میدونه که اگر این کارو بکنه یعنی و بداند که نتیجه کارش به مرگ میرسد. خب یعنی آگاه باشه که این رفت. من همیشه مثلا برای خودم سواله، آیا واقعا فردی که میدونه با این سرعت تو این جاده ناامن و این ماشین غیر استاندارد با سرعت 140 و 50 رانندگی میکنه و میدونه که در اثر این تصادف به قول نقیب معمولی به قهقرا میره، آیا این مرگ خودکشی نیست؟ یعنی اینا شما میگید باید ما من فکر میکنم باید خیلی در مورد ابعاد و اشکالش و نمونه‌هاش، یعنی در واقع تعریفش هم معضل داره. خیلی به نظر تعریف چیزی نیست. یعنی خیلی از مثلا شما میگید آقا فردی بیماری داره، سرطان داره، دکتر میگه داروهاتو بخور، داروهاشو نمیخوره، این فرد میمیره، میدونه که اگه داروش قطع کنه و به مرگ میرسه، میگه دیگه نمیخوام، میخوام بمیرم. خب هیچ گونه تعریفی که واقعا آیا پزشکی قانونی می‌نویسه این فرد خودکشی کرده؟ خیلی از رفتارهای خود آسیب رسان، حالا به اصطلاح پزشکی ها میگن مثلا رفتارهایی که میتونه یه فردی که درست مثل رفتار HIV، مثلا یه فردی HIV داره میاد میره با افراد زیادی ارتباط برقرار میکنه، این میدونه که اگه در اثر ارتباط جنسی میتونه یه باعث مرگ دیگری بشه، اما اسم این قتل نمیذاریم. من یه موردی بود باش مصاحبه کردم، گفت یه خانمی بوده که با من مثلا ارتباط برقرار کرد و من HIV گرفتم، بعدا دیدم با 8 نفر دیگه هم همین بلا رو سرشون آورده. این رفتار آیا باید به عنوان بیماری بذاریم یا نه فقط گفته میخوام هدف اینه که آدم‌های زیادی رو درگیر بکنم؟ به این خاطر هر نوع رفتاری، به تعبیر خیلی ذهن خام من، هر نوع کنشی یا عدم کنشی که میدونه فرد که همون تعریف دورکیم در است به مرگ برسه و میدونه که با این روش و این سبک حتی زندگی، یعنی میل به تنهایی مفرد و دوری گزیدن از آدم ها که نمیشه دقیقا اینو خودکشی نامید، اما پیامدش مرگه و من فکر میکنم باید تعریف رو از نو ببینیم، سیالترش بکنیم. آره اصلا شاید نیاز باشه یه تعریف سیال بذاریم، یه تعریف باز که خیلی از مرگ ها رو به قول معروف در واقع اینجا بحث معنای کنش مطرح میشه، نه که ما باید معناشو بدونیم دقیقاً تا بتونیم اونو خودکشی تلقی بکنیم یا نه. میگه شما مثلا چرا ازدواج نمی‌کنی؟ چرا کار نمی‌کنی؟ چرا دنبالشون؟ میگه خب زندگی برای من بی‌معنیه، من نمی‌خوام زندگی کنم. یعنی فردی که نمی‌خواد زنده بمونه، زندگی بکنه. من میگم اسم اینو چی میذاریم؟ آیا واقعا خودکشیه؟ یعنی میدونه که تنهایی مفرد و تنهایی که چون انسان یه جورایی انگار نمیشه گفت ذاتی، ما چیز ذاتی خیلی نداریم و همش یه چیزی تو عنصر اجتماع و جامعه رفتارهای ما معنا پیدا میکنه و شکل میگیره و قوام پیدا میکنه. حالا برگردیم اون بحث آمارها. بله در مورد آمارها هم همینه، یعنی شما خیلی از رفتارها به نظرم آقای دکتر داستان آمارها مثل آمار طلاقه. داستان آمار طلاق رو میدونید 2 تا الگو در دنیا هست. یکی الگوی مدل کوهرت نسلیه، میگه در یه نسل مثلا 10 سال پیش تا الان چند درصد طلاق گرفتن، چه کسری چه درصدی، و یکی هم میگن در زنان 15 تا 65 سال زنان متعلق چند درصد طلاق هست. ما میگیم امسال 100,000 ازدواج 50,000 طلاق، میگیم در هر ازدواج در هر 2 ازدواج یکیش طلاقه. کاملا غلط. من بارها هم مثلا گفتم با مسئولینی که بودم، ولی اصلا مهم نیست، احساس میکنم برای اینکه یک تعریف و خب این یعنی بحرانی نشان دادن جامعه. یعنی طلاق خیلی آقای شوازی که جمعیت شناس هستن و اومدن توی بازی زمانی چند سال کار کردن گفتن مثلا 3 تا 7% طلاق افزایش پیدا کرد. عباس شوازی آره. خب بعد شما آمارهایی که روی سایت هست میبینید که این شیوه کاملا غلطه، کاملا غیر استاندارده و این بحرانی نشون دادن جامعه.
چرا؟ نمیدونم واقعا این میگی چرا میگین غلطه؟ خب برای اینکه شما میگید آقا در امسال 100,000 ازدواج بوده به طور مثال، 50,000 طلاق. آیا همه طلاق ها مربوط به امسالن؟ نه. خب آیا طلاق ها مربوط به یعنی این ازدواج منجر به طلاق نشده؟ دقیقاً هنوز مونده. اینا باید بگیم مدل کوهرت یا نسلی یا مدلی که گفتیم بر اساس زنان 15 تا مثلا 65 سال متأهل چند درصدشون. در مورد خودکشی هم همینه. ما تعریف دقیقی خیلی از مسمومیت‌های دارویی، آیا این فرد خودش دارو مصرف کرده به مرگ رسیده؟ آیا نیت خیلی مهمه، کنشه خیلی مهمه. بله. که فرد نیتش این باشه که من این روش رو انتخاب میکنم که به مرگ من برسه. آیا همه گاز گرفتگی ها فرد خودش رو باز کرده به قصد مرده یا نه واقعا دچار سانحه گاز گرفتگی شده؟ آیا سقوط از ارتفاع، غرق شدن در رودخونه ها، فرد خواسته واقعا آبتنی کنه، شنا کنه یا نه خودش با قصد بریده که بمیره؟ و یک نیاز هست در ابعاد علمی پزشکی، روانپزشکی، روانشناختی، اجتماعی و یک بررسی که انگار یک کمیته تحقیق و تفحص باید بیاد بررسی بکنه که بگه آقا این مرگ بعد 6 ماه ثبت بشه که این دقیقاً خودکشی بود یا نه، یا واقعا یه مرگ طبیعی پیچیده است. بسیار پیچیده است. ما فقط چیز رایجی که الان پزشکی قانونی هست میگه که اینقدر خودکشی، اونم می‌نویسه مرگ مشروع. خب وقتی این بحث نکتهش همینجاست. نکتهش اینه که خودکشی ها بیشتر از اون چیزی هستن که ما می‌بینیم و می‌شنویم. درست. وقتی من می‌خواستم اینو بگم که دیدگاه تفسیرگرایان اهمیت پیدا می‌کنه. بله، دیدگاهی که یعنی در واقع معنا اینجا مهمه. نه چه کنشی خودکشی هست. آره. نه اتفاق. آره. یعنی اون جامعه شناسی تفسیرگرا میاد وسط و در واقع از این موضوع نقد میکنه. مثلا داگلاس از این موضوع دورکهیمیا رو نقد میکنه که ما خودکشی معانی داره، گریز از واقعیت، نمیدونم انتقام، و ما نمیتونیم بدون توجه به معانی خودکشی راجع بهش حرف بزنیم. مثلا خودم توی خودکشی ها رو 2 تا معنی قبلا باورم بر این بود تو کتاب نخست، مثلا خودکشی کنش اعتراضیه. خب آیا هر رفتار اعتراضی که منجر به مرگ بشه مثلا این خودکشی؟ اصلا چه رفتاری؟ این معنای خودکشی چیه؟ چه معانی داره؟ دیدم نه، یه معنای جدیدتر هم هست، معنای رهایی بخش، مرگ آسان. خودکشی به مثابه مرگ آسان. یعنی یک معانی تو جوامع مختلف، تو شرایط مختلف، تو سیر تاریخی مختلف میتونه معنای خودکشی داشته باشه یا در واقع تنوعی از معانی داریم. بله، به این خاطر یک موضوع سیاله، یک موضوع پیچیده هست، درست مثل مفهوم خودکشی و تشخیص اینکه و اینکه آقای دکتر یه نکته دیگه هم هست. خود کنش خودکشی، چرا من میگم کنش؟ میگم رفتار با معنی. یعنی طرف یک نیت داشته، یک انتخاب داشته، یک گزینش داشته، یک بررسی هایی داشته که رسیده به من. خود کنش خودکشی پیچیده ترین عنصر رفتاریه. چرا؟ چون ما نمیدونیم واقعا، مثل جعبه‌سیاه نیست در بیاریم که ببینم این فرد چه افکاری داشته که رفته اقدام کرده. و به این خاطر مسئله همچنان مبهمه، مسئله همچنان پیچیده است و اگر خیلی باید بیشتر به نظرم تو حوزه علوم مختلف و باید کار بشه تا بتونیم این پیچیدگی کنشش، نیتش، انگیزه ها، رفتارها، پیامدها میتونه مثلا ابهامی رو باز کنه از مسئله خودکشی. یه سوالی داشتم، یه مقدار میخوام از اون بحث تخصصی کسل کننده خارج بشیم برای دقایقی لااقل. در پیوند به اون بحثی که گفتم انسان پیش از اینکه برای زندگی معنا نیاز داشته باشه نیازمند بهانه است، نیازمند گرما هست. میخوام بپرسم که آیا انسان عاشق خودکشی میکنه و اگه آره در چه صورتی؟ خیلی سوال قشنگی، دردناکی، هم قشنگی هم دردناک. چون مثلا میگن شکست عشقی آیده. منظورتون؟ نه اصلا شکست هم نخورده، وسط عشق. انسانی که عاشقه به نظرم هیچ چیزی نیست که، حالا من میدونم تعریف خیلی جالبی شما از عشق دارید، یه چیزی
هم سیاله، هم در بستر جامعه شکل میگیره، یک القاهای عاطفی، روانی، اجتماعی، زیستی درش هست و تقریبا همه انسان ها تجربهش میکنن. ما هم تجربهش کردیم. ولی اینکه آیا واقعا، چون من دیدم آدمی که گفتن ما اصلا عاشق نشدیم. خب هستن ممکنه یه درصدی یا بخوام. علی دایی هم یه بار گفته بود که من عاشق نشدم، اگه عاشق میشدم اینجوری نمیشد. شاید اونم باید واقعا آیا علی دایی جواب بده ببینم چرا عاشق نشده. این که آیا دکتر عشق یک باز هم پیچیده است، یک درک هستی شناختی فرد داره. نه من این عشق واقعا این دو تا آدم به هم دیگه، دو زن و مرد، دختر آیا دو تا آدم عاشق، آیا این آدم عاشق پتانسیل خودکشی داره؟ سوال شما رو با یه سوال جواب بدم و البته بهتون پاسخ میدم. مثل این که بگی آقا یک آدم مسلمان خودکشی نمیکنه یا آدمی که به خدا باور داره نه این که خب رخ داد دیگه. خب میخوام اینو بگم، به قول معروف میگن کردن دو شد. هم عاشقا خودکشی میکنن، هم اینایی که عشق تجربه نکردن، هم پولدارا هم بی پولا. خودکشی شاید بگم در بین تمام چیزای دنیا مسئله‌ای که برای همگان وجود داره. شاید درصدش متفاوت باشه به خاطر اون چیز زمانی مکانی که گفتی. چون همیشه من فکر میکنم یک انسان عاشقانه، یه دختری رو دانشجو بود تو دانشگاه تهران، با این مثال جواب بدم، عاشقانه نامزدش رو دوست داشت، توی شرایط مالی بود، به رئیس دانشکده گفتش که آقا به من گفت، من واقعا خیلی ناراحت شدم، اون موقع دانشجو بودم و نمیدونستم به این کمک بکنم. گفت من میخوام خودکشی بکنم. نه، گفتش که اگه مشروط بشم زندگیم خراب میشه. رفتم به رئیس دانشکده گفتم که منو کمک کنید، نجاتم بدید که چون زندگیم داره سقوط میکنه. و نمره بهش ندادن و مشروط شد و فرداش از خوابگاه کوی دانشگاه تهران خودکشی کرد. یه 6 ماه بنده خدا تو ICU بود. این دوست صمیمی من بود. بعد فوت شد. خیلی این فرد عاشق بود دیگه، عاشق دوستش بود، اما خودکشی کرد. آقا بود؟ یک چیزی داره آقای دکتر، یک مجموعه از شرایط و پیچیده هست، به لحاظ رفتاری، به لحاظ هیجانی، به لحاظ شناختی، به لحاظ جهان اجتماعی که اون فرد درش هست. اون دانشجو دیگه بود که وصیت‌نامه نوشت و تو کوی دانشگاه باز خودکشی کرد. گفت دنیا منو به بازی نگرفت. یعنی بعد این فرد الان به ظاهر، به زعم من و شما، یه فرد موفقه، در بهترین دانشگاه ایران داره درس میخونه، خیلی موفقیت داشته و اومده قرار فردا بیاد توی یه کرسی برای خودش عرض اندام بکنه، بره توی جایگاه سیاسی، اداری، علمی، فرهنگی، توی یک حوزه بره موفق بشه. اما در اون شرایطی که داره زندگی میکنه به یک بنبست میرسه. اون من فکر میکنم درست مثل خودکشی رزیدنت های پزشکی های دکتر، این پزشک دیگه فوق تخصص داره میگیره، ما چرا خودکشی میکنه؟ افقی که باز هم میگم چون اجتماعی نه فردی، افقی که در آینده زندگی اجتماعی و کاری و حرفه‌ای و خانوادگی این فرد وجود داره، اون افق تاریکه، یعنی نمیتونه فردا رو ببینه. خب حالا این فرد میگه خب آقا شما دارید، میگم در بهترین شرایط دارید درس میخونید، چرا میخوای خودکشی بکنی؟ میگه آقا من دیگه دنیا برام به انگار داره قهر میکنه، داره میناله، داره غر میزنه، داره بیتابی میکنه که یه کسی صداش رو بشنوه. خودکشی دکتر در سکوت مطلق اتفاق میفته. آیا این که میگید اجتماعیه، خب طبیعتا روانشناسا با جامعه شناسا از همون قرن 19 چالش داشتن دیگه. هنوزم که هنوزه در واقع خب خیلی هاشون میگن نه، خودکشی در واقع ریشه روانی داره، یعنی این اختلاف نظر جدی وجود داره. البته منتها من همینجا اشاره بکنم که امروزه تقریبا به رسمیت شناخته شده که خودکشی ابعاد مختلفی داره، وجوه مختلفی داره و حتی اکنون بیشتر تاکید میشه به مطالعات بین رشته‌ای، یعنی نه فقط جامعه شناختی، نه فقط روانی. ولی از این جهت دارم میگم که یک لحظه من از منظر یک روانشناس بخوام به بحث شما نگاه بکنم، روانشناس میگه که
نه آقا، خودکشی اتفاقا ریشه‌های روانی داره یا عامل روانی توش مهمتره. راجع به اینم ببینید دکتر، من میگم درست مثل مفاهیم جامعه شناسی که ما برساخت میکنیم، مفهوم مثل نابرابری، مفهوم مثل عدالت، مفهوم مثل جامعه، مفهوم مثل عشق، خیلی از مفاهیمی که اصلا در جهان کلا اجتماعی وجود داره. ببین شما مثلا الان من با این قسمت مشکل دارم از تعریف روانشناسان، وگرنه میدونم که چون کار مطالعه روانشناسی هم یکم داشتم، میدونم که یک فردی که به آخر خط میرسه، به بنبست میرسه، مثل یک شیریه که بندازش تو قفس، مثل قفس آهنین وبره که به قول معروف، یعنی در دست و پاشو بستی شما. این فرد طبیعیه که داد بزنه، خودشو بزنه، افسرده بشه، مشکل روانی پیدا کنه و مشکل روانی پیدا کنه. مشکل روانی پیامد جهان اجتماعی و زندگی در واقع جامعه شناسان از ریشه های اجتماعی دردها و رنجهای روانی افراد صحبت میکنن. دقیقاً. و پیامدش میشه یک مسئله روانی، میشه خودکشی. اما میگن خب خیلی میگن خودکشی یک بیماری روانی. من میگم نه، بیماری نیست. در واقع خب آمار اصلا نشون میده بسیاری از بیماران روانی خودکشی نمیکنن. خب یکی اینه، بسیاری از افسرده‌ها خودکشی نمیکنن، اما میگن خب خودکشی در بین افراد زیاده. مثل اینکه شما مثلا زندانی‌ها خودکشی در بینشون زیاده، فقرا بیشتره، اونایی که مهاجرت کردن در یک شرایط ناامن هستن، اونایی که مورد آزار قرار گرفتن در کودکی، اونایی که محرومیت عاطفی بیشتری دادن. خب در واقع میتونیم از یه پتانسیل خودکشانه صحبت کنیم، درسته؟ این که میتونه هم روانشناختی باشه، یه طیفی از آقای دکتر، ریشه ها، زمینه ها، بسترها، فرهنگی، اجتماعی، زیستی، جامعه شناختیه، پدیدار شدنش به لحاظ احساسات، هیجان‌ها، عواطف، منش‌ها و رفتارها روانشناختیه و میتونه تشدید بشه، هورمون‌های مغزی رو ترشح بکنه، سروتونین مغز کم و زیاد بکنه، آدرنالین رو دستکاری بکنه و این فرد به مرگ، مثلا تو اون حالت به مرگ برسه. ما جامعه شناسان میگیم در اوج تنهایی، ناامیدی مطلق و ناتوانی از مثلا مدیریت زندگی. روانشناسان میگن ناتوانی در تغییر مدیریت هیجان. روانپزشکان میگن آقا این هورمونه اگه این دارو مصرف بشه این کنترل میکنه. فیلسوفان میگن اگه زندگی معنایی داشت احتمالاً خودکشی نمیکرد. حقوقدانان میگن اگه حق این فرد رو، مثال میگم، تو اتانازی به رسمیت بشناسیم اینجوری میشه، فلان میشه. ببین این که میان رشته‌ای هست کاملا درسته. این که یه طیفی هست، یک فرایندی هست از سیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. اگه مثلا میگم اگه مثلا خودکشی مثلا روانپزشکی، پس جایگاه مسائل اقتصادی کجاست؟ اگه خودکشی هیجانه، پس این پیوندهای اجتماعی جامعه کجاست؟ پس دورکیم چی میگه؟ خیلی از خب نقد میکنن دیگه، روانشناسان نقد زیادی به دورکیم وارد کردن هست. ولی خب یه چیزی هست های دکتر، من میخوام بگم که چون خودم تو این حوزه دارم کار میکنم، درک من اعتقادم اینه که نه روانپزشکا به تنهایی میتونن، نه مددکارا به تنهایی، مددکاری یعنی حوزه اجتماعی جامعه شناسی، نه روانشناسا، نه روانکاوان، نه فیلسوفان، هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن خودکشی را پیشگیری کنن، بلکه اصلا بفهمن. من جامعه شناس شاید تاثیر هورمون‌های مغزی رو ندونم واقعا چطوری باعث میشه یادم به خودش آسیب بزنه، تو اون لحظه مغز داره چه کار میکنه، اونو فقط یه روانپزشک یا عصب شناس میتونه تشخیص بده. به این خاطر همه رشته ها، اولا میان رشته‌ای، فرآیندی، پیچیده هست، سیاله، همه رشته ها، علوم مختلف پزشکی و عصب شناسی و روانشناسی و جامعه شناختی و مددکاری میتونن در این موضوع کار بکنن. کما اینکه من فکر میکنم یکی از نقدهای اصلی به حوزه سیاستگذاری ما تو همین نکته است، یعنی مسئله رو تقلیل دادیم به فرد و به هیجانش و روانی، در حالی که آقای دکتر من خودم توی رساله دکترام که مطالعه کردم 60% افرادی که خودکشی کردن، اقدام کردن، رفتن روانشناس هم دیدن. اگه مسئله با کار روانشناسی و روانپزشکی درمانه، چرا طرف خودکشی میکنه؟ سابقه. خب این
به خاطر اینکه ما وقتی فرد مثل یه اعتیاد دیگه وقتی برمیگردی تو خانواده شرایط اجتماعی همچنان برقراره. به خاطر باید به لحاظ فهم درست مسئله و مشکل باید بدونیم زاویه دیدمون، تحلیلمون رو کاملا منطبق یعنی نگاه بین رشته‌ای در واقع باید بپذیریم، برای که وجوه مختلفی داره و من اصلا میگم که در واقع انگار علل گوناگونی با هم تبانی میکنن تا فرد خودکشی بکنه. عرض کنم که میخوام بپرسم که مثلا شما بخواید برای یک فرد معمولی بدون دانش تخصصی بهش بگید که اگر مثلا در اعضای خانواده‌ات چه چیزی مشاهده کردی باید نگران بشی، یعنی یه فرد خودکشی کننده یا فردی که گرایش به خودکشی داره چه ویژگی‌هایی داره دکتر؟ چجوری ما تشخیصش بدیم؟ در واقع چیزی که من از سوال شما استنباط میکنم شرح حال زبان و رفتار و منش علائمی که میتونه چیز داره، میتونه به قول معروف نشون بده مثلا این فرد واقعا کارش بحرانیه، این فرد داره اصطلاح به قهقرا میره، داره به آخر خط میره. ببینید خیلی مطالعات انجام شده که زحمت روانشناسا هم بوده بیشتر. البته خب من خودم تو کار رساله دکترا اومدم یه سوال پرسیدم آقا شما افرادی که خودکشی میکنن حال هواشون چیه؟ اصلا رفتاراشون چیه؟ مثلا این افراد یه ویژگی هایی دارن که شاید همه این ویژگی ها عمومیت نداشته باشن، اما در اکثر آدم هایی که ذهن خودکشیگرا دارن و به مرگ میرسن قابل یا به خودکشی دارن میاندیشن. یکی هستی این فرد بی قدرته، یعنی توانایی تصمیم گرفتن، توانایی فهمیدن درست مسئله، توانایی حل مسئله و مشکل رو ندارن. دچار یک نوع از خود بیگانگیه، یعنی به لحاظ اون عواطف، احساسات، علاقهشون، خلقیاتشون، باورهاشون و این فرد دیگه دچار این از خود بیگانگی میشه. ما تو جامعه‌شناسی بهش میگیم عاملیت، امکان عاملیت. و تو زبان عامیانه بهش میگیم بیچارگی، یعنی استیصال. آره. اینا هم حتما اشاره میکنم که اینا چیه. این فرد میل به انزوا طلبی داره، رفتارهایی که داره دوری گزینی، اینا نشانه هایی هستند که به ما کمک میکنه. یعنی کمتر مشارکت میکنه تو بحث، تو گفتگو. مثلا مهمون اومده طرف تو اتاق نمیاد بیرون، میگه مهمونا کی میرن، من حوصله‌ام سر رفته. یا مثلا توی مراسم عزا و عروسی، تو شادی، تو غم، توی برنامه سفر، تفریح. یعنی یه فردی که قبلا فعال بوده، تو جمع بوده، بعد مدته که اینجوری شده. دقیقاً اینجا پنچر شده. یعنی یه جا میمونه بعد چون ممکنه بعضیا کلا انزواگرا باشن، درونگرا باشن، اون نیست مشخصه. یک اضطراب تنهایی دارن، مدام از این تنهایی داره کلافه‌شون میکنه و توی تنهایی خودشون قوطه میخورن. یعنی آدم‌ها، شما من همیشه یه مثال میزنم، یه عقربو اگه بیاری دورش آتیش بزنی خودشو میزنه، یعنی خودکشی میکنه. این تنهایی رو آقای دکتر فقط خود اون فرد انتخاب نمیکنه، اون تنهایی حاصل بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن و بی‌مهری و عاطفی کوره. به اینکه توی صحبت قبلی فرمودید که چرا این جوان دوست داره دیده بشه، چرا تنها میشه، چرا ترد میشه. شما وقتی به استعدادها و علاقه ها و هنر یه نوجوانی، یه جوانی اصلا تنازه، دوست داره بگه، شما بخندید، شما اگه بهش نخندید دچار خاموشی میشه به لحاظ روانشناسی. اگه اینو دعوت نکنید، اگه از زیباییش تعریف نکنید، اگه از پیشرفت تحصیلیش، اگه از عضلاتش تعریف نکنید، اگه تیپ و قیافه خوشگلش تعریف نکنید، میگه آقا دارای من یه اندام زیبام، چرا نمیخواید منو ببینید؟ این که کم کم در سیر چیز وقتی ما بی‌توجهی هستیم به داشته های یک جامعه، آی دکتر، یه جامعه استعداد داره، آدمای باهوش داره، سرمایه طبیعت داره، آبشار داره، رودخونه داره، کوه داره، جنگل داره، آدم‌هایی مثل پدر مادر من و شما داره که وقتی میشینی پیششون انگار داری سریال میبینی، انگار داری فیلم میبینی، انگار تو که داریم میگید آپشن های معطل مانده. درسته؟ اصلا سکوت شده درش. دقیقاً که من مثال خوزستان گفتم که سکوت نسبت به سرمایه ها و چپاول سرمایه ها. یعنی شما سرمایه های یک جامعه داره از بین میره، هیچ عایدی و هیچ نفعی برای اون جامعه نداره.
مهاجرت داستانش از دست دادن سرمایه یک جامعه است. درسته یه فرد به ظاهر موفق میشه، میره نجات پیدا میکنه، میره استعداداش رو شکوفا میکنه، اما برای اون جامعه، اون جامعه روستایی ما، الان دکتر در سیت شما آمارهای روستایی رو بخونید، 40,000 روستای ما خالی از سکنه شده. چرا؟ برگردیم به اون نشانه ها دکتر. نشانه ها دست بدید. من این از دست ندیم به قول خودتون. احساس بی‌ارزشی، احساس بی‌کفایتی، احساس سربار بودن، ناامیدی. این چجوری تو حرفاش میاد؟ من نوشته‌های یه جوانی رو میخوندم، میگفت انسان هرچه بزرگتر، امید کوچکتر، صبر کمتر، عرصه تنگتر، دنیا در گذر و عقل در خفت و خالی در عزت و ضعف در کثرت و فقر در عظمت و جاده در باریکی و محبت در خاموشی، در جگر خاری در گلو، بغضی در سینه، آهی در چشم خاشاکی. وای به جوانیم چه جوابی بدهم، به عشق نازنینم چه پاسخی بدهم. من همه را دوست دارم، من میدانم دوست داشتن زیباست، من میدانم تنهایی درد است. یا تو وصیت‌نامه‌اش گفته بود درباره تنهایی، آی دکتر تنهایی از کجا میاد؟ گفت انسانی که نتواند در غم و شادی مردمش سهیم شود باید از این دنیا برود. من مرگ را بر یأس و ناامیدی و سکوت ترجیح میدهم. یأس و ناامیدی و سکوت که همش تو چیه؟ تو درون فرد نیست، تو پیوندیه که ما ندیدیم این فرد. ما هیچ وقت یک کاری نکنیم. به تعبیر آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، که میگفت توسعه به مثابه آزادی، یعنی یک انسانی استعدادهاش اگه شکوفا بشه توسعه یافته است. اگه شما محرومیت باید عاملیت داشته باشه. عاملیت دقیقاً. یعنی یه جوانی که پر از انرژی و نیرو حرکته، شما همه امکانات حرکتش ازش بگیری. من به خیلی عامیانه میگم یک هفته مردم، یک هفته تمام ساز و دهل، ساز و آواز، بزن و بکو، بزن و برقصن، شادی کنن، هلهله کنن. عروسی‌های پدرای ما زمان بچگی ما میدیدیم، یک هفته طول میکشید یا نه؟ ما الان خیلی وقت شادی ندیدیم. آی دکتر این شادی کجا رفته؟ این شادی رو برگردونید، باور کن ایران هیچ مسئله‌ای نداره. یه شادی، وقتی شادی باشه، امید باشه، این هیجانه به بیرون منتقل بشه و آدم‌ها توی شادی خودشون متهم باشن. یه جاهای، یه فضاهایی مثلا یه پیروزی، مثل یه چجوری بگم، مثلا یه جاهایی تو ورزش خیلی کوتاه، اونم تازه برساخته این داستان رسانه هاست. ببین وقتی ما شادی از این جامعه بمیره، انسان ها میمیرن. امید چطوری میمیره؟ وقتی من چهره دوستم، همسرم، بچم، برادرم، خواهرم میبینم غم تو چهرهش هویداست، چه انتظاری دارم این انسان حال منو خوب کنه؟ و انرژی به لحاظ روانشناسی تمام هیجانات قابل انتقالن. غم قابل انتقاله، سرایت میکنه. بله، خشم قابل انتقاله. شما برید توی جمعی همه دارن گریه و عزاداری میکنن، غمگین میشی. اصلا شادی هم همینه. عواطف سرکوب شده انسانی، سرکوب عواطف چجوری سرکوب میشن؟ وقتی که یک انسان توی یا نمیتونه یا نداره آی دکتر یا بلد نیست، وقتی نمیتونه حد اقل‌های یک زندگی، یک انسانی که ما وجودمون از عشق، ما انسان، من احساس میکنم وجود ما سراسر عاطفه و احساس و شور و هیجانه، آگاهیه. این آگاهی و این عشقی که به هم نوع داریم که توی بحران من میبینمش، تو سیل و زلزله و جنگ هم دیدیمش، مثل شعله آتش بلند میشه، این هیجان شعله میکشه، اصلا فریاد میزنه. شما یه انسانی که این شادی رو نداره هیچی نداره. این عاطفه و امیال انسان، یه انسان موجودی یه امیالی داری. فروید میگه که این روی ظاهر چجوری ملاحظه میشه؟ تو چهره آدمای دکتر، من اگه غمگین باشم، خشمگین باشم میبینم واسه فریاد میزنه. شما تو اتوبوس میرید نگاه کنید، میخوام از این منظر بگم که مثلا یه مادر پدری دارن چهره جوانشون میبینه درگیره. شما وقتی یک جوونی یه هفته 10 روز غمگینه، حرف نمیزنه، سکوت میکنه، تو خوده هی داره غر میزنه، هی داره تفره میره به قول معروف، احساس میکنه میناله، حرف میزنه، هی داره غر و لند میکنه، اونا حرفای ناگفته از اونا چیزی که دیده نشده هیچ وقت، همش سکوت بوده. یا میگم ابزار زندگیش نبوده، ابزار سفر و تفریح و شادی و ورزش و هنرش نبوده. و یکی از مهمترین چیزها میل به مردنه. این آدم ها عقلا میگن آقا دوست داریم بمیریم،
دوست داریم بیان میکنن، میگن دوست دارم دیگه سربار خانواده نباشم، دوست دارم مجبور نشید که تحمل منو داشته باشه، یا برای من هزینه بکنه. آره اینقدر سربار نبود. میگه که مثلا یه هفته دیگه من کاری میکنم دیگه مجبور نشید به خاطر من توی کوچه و محل آبروتون بره. این کلمه ها، یعنی حالا کلمه هایی که چیز دارن، احساس زندانی بودن، یعنی احساس میگم من تو قفسم. توی پروفایلش میبینی، توی استوریش میبینی، توی کلامش میبینی، باش گفتگو میکنی. خانواده باید بدونه وقتی این فرد داره غر میزنه، میناله، درد داره، این حرف مثل زودپزه، من به اصطلاح خیلی عامیانش، یعنی داره فریاد میزنه از اون درد شدیدی که هستش و تسلیم شدن در برابر شرایط. یعنی این فرد احساس میکنه دیگه نمیتونه بی تفاوتی. آره دقیقاً. زندگی تکراری، مدام از تکرار میناله. میگفتم جوان میگفت که گاهی اوقات من یه توپی از پلاستیک درست میکنم و با پا بهش شوت میزنم تا از این تکرار روزمرگی در بیام. و مهمترینش به لحاظ چیز فقدان گفتگو و فهم مشترک در خانواده که حالا هابرماس مثلا خیلی به فهم مشترک توجه اونجا شما من یک از نقدی که به کارتون به کتابتون داشتم همین بود. حالا میخوام شما اینو تموم کنید من بعد به کتابتون برگردم. یک اصطلاحی که مثلا در ارتباط با بحث برچسب زنی و انگ زنی، اصطلاح حرف مردم. مثلا مدام این مردم، این آدم‌ها از حرف مردم مینالن، حرف مردم، سرزنش. مثلا شما تو هر جامعه بالاخره آدم‌ها توی شبکه خانوادگی و خویشاوندی زندگی میکنن. به این رفتار خودکشی، همه آدم‌ها خودکشی. چقدر این مهمه دکتر؟ یعنی اون کتابی که عرض کردم، دو تا جامعه شناس و شهرک آمریکایی کار کرده بودن، اصلا یه فصل اختصاص داده بودن به غیبت کردن، گاسیپ. یعنی میگفتن که این مردم مدام در مورد هم دارن حرف میزنن. مثلا فرض کنید پسرشون، نوجوانشون نمره 12 گرفته، 14 گرفته، همه دارن راجعش حرف میزنن. تو مدرسه، بیرون مدرسه. ایران بود اونجا. آره خیلی عجیب بود. خب یعنی میخوام بگم که این مسئله غیبت کردن، شایعه درست کردن، در مورد هم حرف زدن، شاید مثلا ما فکر می‌کنیم حالا سرگرم میشیم دیگه، غیبت میکنیم و اینا مثلا. خب ولی این چقدر میتونه فشار انجاری ایجاد کنه. خب این فرهنگ های دکتر گفتگو، فرهنگ غیبت کردن، برچسب زنی، من فکر میکنم یه ریشه چیز داره. اینکه ما بلد نیستیم نقد بکنیم، بلد نیستیم حرف بزنیم، بلد نیستیم چه با پدرمون، چه با فرزند، چه با استادمون، چه با دانشجومون. مثلا شما آقا طرف یه حرفی داره، این حرف هابرماس میگه دیگه، میگه طرف محق حرفشو بزنه، حتی اگه غلط باشه، حتی اگه دروغ باشه، درسته؟ طرف محقه، این حقو باید بهش بدیم که حرفشو بزن. بحکم انسان بودنش. آره بحکم انسان بودن. آقا شما اصلا شاید این چیزی که میخواد بگه اصلا دروغه، کذبه، اصلا غلطه، اصلا غیر اخلاقیه، اما اجازه بدید حرفشو بزنه. آقای دکتر همین حرف زدن، من تجربه خودم میگم، خیلی ها را شنیدترین رفتارها را، آزارهایی به خانواده از نوع آزار جنسی به خانواده داشتن و شدیدترین و غیر اخلاقی ترین کارها را تو هم خانواده انجام دادن. اما من یک هفته کامل با این جوان حرف زدم، خیلی تلاش کردم که به هیچ عنوان قضاوتش نکنم و این فرد درگیر مرگ بود، اما رها شد. گفت شما تنها آدمی بودید که به من برچسب نزدید، نگفتید این کار غیر اخلاقیه. من فقط گفتم آقا من نه قاضیم، نه دولت جان، نه خدایم، من یه آدمی تو این جامعه هستم، آوردی درد دلتو پیش من مطرح کنی، منم یاد گرفتم مثلا سعی کنم قضاوت نکنم، تو رو خیلی سرزنش نکنم. میدونم حالت بده، کسی که درگیر مرگ است داره دست و پا میزنه توی خشم و آشفتگی حاد، به قول اشنایدمن که میگه زیر فکر خودکشی یک آشفتگی حاده، یک شرم، یک ترس، یک اضطراب، خشم، یعنی یک معجونی هست از این آشفتگی ها. و واقعا اصلا اگه شما همین یک مورد رو بدونی که حالش بده و آروم میشه با این گفتگو، من گفتگو میگم داروی خودکشیه. آقای دکتر شما تصور کنید 100 دز چقدر حجم سنگینی آب پشتش هست. آدمایی که خودکشی میکنن
اون بار روانیشون مثل اون زده و شما میتونید این در واقع دارن درد غیر قابل تحملی رو میگذارنند. دقیقاً. حالا کسی بلد باشه بدونه درک درستی از پدیده خودکشی، ما خودکشی رو نمیشناسیم. الان شما مشخصات تمام کردین؟ گفتید. بله هست. نگرانم که اون مادر پدری که میخوان علامه بشناسه به خاطر اون میپرسم. اما قبل از اینکه بریم سراغ در واقع کتابتون، عرض کنم که میخواستم بپرسم که خب شما به خاطر اشتغال دائمی که به این مسئله دارید چقدر با این جوانان و جوانان افرادی که تمایل به خودکشی داشتن کار کردید و چقدر موثر بود تلاشتون؟ ببین آقای دکتر، تونستین نجاتشون بدین؟ نتونستین؟ من در سالهای ابتدایی واقعا نمیدونستم، بلد نبودم و خیلی وقت گذاشتم، چون من تقریبا از سال 85 تا امروز به طور پیوسته داره میشه 19 سال درگیر کلا کارهای متفاوت. 19 سال و تازه من واقعا تازه امیدوار شدم بتونم یه سری کارهای انجام بدم که نجات بخش بشه. آره، که یعنی راه رو از طریق خود همین آدم ها من فهمیدم، راه رو از طریق همین داستان‌هاشون، زندگی‌هاشون و شنیدم فقط. و خیلی جالبه، من نه روانشناسم نه چیزی، اما خب علاقه دارم، مطالعه کردم، با دوستان روانشناس خیلی صحبت کردم، ازشون خیلی یاد گرفتم و توی جمعیت پیشی از خودکشی واقعا اساتید خیلی خوبی داریم، آقای دکتر پیروی، دکتر یعقوبی، دکتر ملکوتی، پورشریفی، اینا تو کارشون استادم و من یاد گرفتم ازشون. اما چیزی که من فهمیدم، فقط میخوام اگه خانواده ها این کلیپ رو، این داستان رو میبینن و میشنون بدونن که خودشون بزرگترین نقش رو دارن، فقط وقت کافی های دکتر. گاهی اوقات من انسان بوده، یه خانواده بوده 5 سال تمام براش وقت گذاشتم، کسی که فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته، این درد وحشتناک شده. دکتر چرا؟ من همیشه سوالم اینه که چرا برای فرد دختر بوده، چرا زورگیری بوده و زورگیری و تجاوز، چرا حالا در قوانین ما میگن اگه کسی که تجاوز کنه حکمش اعدامه، چون برای فرد قربانی یعنی این فرد یعنی میمیره برای همیشه، این اثرات این تروما تا پایان عمر همراهش. حالا شما میخواید با 2 تا جلسه روانشناسی، نه 20 تا جلسه روانشناسی نمیشه واقعا، نه ابزارش هست، نه پولش هست، نه روانشناسه، خیلی سخته. من به خاطر میگم که آقا، ولی اگه خانواده درک درستی بدونه که قضاوت کنه، اصلا قضاوت نکنه، مگه همه آدمای دکتر در هر سن و هر شرایطی اشتباه میکنن. این هم که خودش قربانی خشونته، قربانی یک شرایطیه که نقشی درش نداره. موردی بوده یا که من صحبت میکردم، مصاحبه میکردیم، طرف خودکشی کرده، خانواده‌اش قهر کردن. بله، این برچسب دیگه. یعنی توی علوم، حالا مطالعات خارجی رو من میخوندم، خیلی جالبه دکتر، کار درمان و مداخله بعد از اولین ملاقاتی که بیمارستانه، یعنی کادر پزشکی و پرستاری و اون تیم کادر درمان فردی که خودکشی میکنه چجوری باهاش حرف میزنن؟ میگن خب کاش میمردی. تو ایران؟ بله، شما مثلا یه فردی رو برو یه هفته بشینید توی راهروی پانسیون بیمارستان، یه جوان پدر مادر اینجوری حرف میزنن؟ نه، همون آدمایی کادر درمان میاد، مثلا یه فردی خودکشی میکنه، احیاش میکنن، حالا برمیگرده، کلی ناراحتن از که چرا این کارو کردی، ناراحتن ها، نه از این بلد نیستن چجوری بگم. بله. خب اونجا یه مددکار بیمارستان داره، یک روانشناس داره، اون باید اون فرد بیا در کناری قرار بگیره، کادر درمان آروم کنه، خدمت عارضم خانواده رو آروم کنه. من یه بار اتفاقی توی یکی از شهرهای محلات عراق بودم، شب بود، یه جوونی خودکشی کرده بود، خانواده‌اش اومدن نشستن، باهاشون صحبت کردم، اصلا اینقدر خشمگین بودن حرف نمیزدن، من اینا رو به حرف آوردم، گفتم میدونم الان چه حالی داری، چقدر ناراحتی،
بگو چی شده. خودشون سرزنش میکنن، خودشون مقصر میدونن، دنبال تاوان تقصیر میگردن، کی مقصر بود، از حرف کی بود، چرا نذاشتی با فلانی ازدواج کنه، چرا فلان چیزی که میخواست براش. یعنی شما سرزنش ها تازه موج جدید شروع میشه بعد یه مرگ. چقدر سخت و چقدر، چون اینا های دکتر استاندارد داره، پروتکل داره. یعنی فردی که میره اقدام میکنه تازه کار کلینیکال و بالینی باید اونجا شروع بشه برای این فرد و برای خانواده‌اش. این فرد نباید رها بشه و فالوآپ بشه تا 2 سال. انگلستان این کارو کرده دکتر. یه مداخله مختصر تلفنی، بیک اسمشه، برای بیک چجوری میشه؟ بی ای سی، آی سی، مداخله مختصر تلفنی. خب یه مقاله بود ترجمه کردم، خیلی جالب بود. اومده بودن تعداد خودکشی‌های انگلستان در سال 90 اگه اشتباه نکنم 4000 نفر بودن، مال ایران 4020 نفر بودن اون سال. اینا این مداخله مختصر رو شروع کردن، تا 2 سال فقط تلفنی یه مددکار گذاشتن، بگو فردی خودکشی کرده بود مشاوره دادن، پیگیری کردن، فقط تلفنی. 30% مرگ‌های انگلستان رو کاهش دادن. 30% خودکشی، 30% منجر به فوت ها. خیلیه. اونا اومدن وزارت سلامت روان و خودکشی رو، پیشکش خودکشی رو تأسیس کردن. کار ندارم، نمیخوام الان تو حوزه سیاست، من میخوام بگم که وقتی که یه فردی خودکشی میکنه و میاد توی فضای بیمارستان، میبرنش مثلا حالا کاری درمانی انجام بدن، ما رفتار درست رو با این نداریم، با خانواده هم رفتار درست نداریم. سرزنش ها شروع میشه، برچسبا و تمام این برچسب اجتماعی، گفتم اینا رو. یعنی فرد بعد اینکه خودکشی میکنه میاد آدم مشکل داری، احتمالاً بهش دهن نمیدن، میگن این دختر مشکل داره باهاش ازدواج نکنه. نه، اون یه توی شرایطی قرار گرفته، نباید اینو سرزنش بکنیم یا تبدیلش بکنیم یه پرونده برای کل عمرش. آقای دکتر این میشه سرزنش قربانی. یعنی و ستم به قربانی، ستم به ستم، اصطلاح ستم من چیز کردم، واقعا ستم به قربانی. ستم یعنی شما نه تنها این فرد در اعتراض اصلا خواسته رهایی بشه، اصلا بمیره دیگه، راحت بشه، بالاخره مشکلات زیادی داشته تو هم بستر خانواده، تو محیط کار، تو اجتماع، و اگه چون نه تنها نتونستیم کمکش کنیم، تازه وقتی به هوش میاد میگیم حالا پاش شروع میکنیم به یه مورد اینه در واقع استیگما یا داغ ننگی که اجتماع میزنه به افرادی که اقدام به خودکشی کردن و به خانواده‌اش. یه مورد دیگه هم که در واقع محققان توی صحبت میکردن این بود که ما از فرد خودکشنده، کسی که خودکشی کرده، قهرمان نسازیم. یعنی مثلا خب ما یادم یکی از افراد با به اصطلاح انگیزهای سیاسی خودکشی کرده بود که همه ازش قهرمان ساخته بودن و من به شدت مقابله کردم و گفتم که از فرد خودکشی کننده خودکشی کنش سیاسی نیست. دقیقاً بله. و در واقع از این فرد قهرمان نسازید، چون دارید تشویق میکنید به اینکه بریم خودکشی کنیم. دقیقاً. حالا اون فرد بذاریم کنار، این قهرمان سازی و رمانتیک کردن یک چنین مرگی چه آثار اجتماعی میتونه برای دیگران داشته باشه؟ خودکشی یک قابل انتقاله، مثل کرونا. من میشه تعبیرم اینه که مثل ویروس کرونا، یعنی شما مثلا در یک جایی، در یک گروه اجتماعی، یعنی میتونیم از شرایط خودکشی بله حتما. ببین شما توی بین پزشکان الان خیلی شایع شده، روان پزشکان، دانشجویان، دانش آموزان، مخصوصا تو گروه‌های سنی پایین‌تر که قدرت تجزیه و تحلیل کمتری دارن، گروه‌های هنرمندان، چهره‌های مشهور، اینها میتونه موج و سونامی درست کنه و ما خوشه‌های خودکشی پدید بیاره. دقیقاً. و باید خیلی مراقب باشیم. رسانه‌های ما، من خودم متعهد میدونم هیچ خبر خودکشی رو در چیز منتشر نکنم، در شبکه‌های اجتماعی. میگم که حتما تأثیر میذاره. اتفاقا خودکشی‌هایی که نجات پیدا میکنن رو منتشر میکنن، یه امید میده دیگه. یه مسئولی، یه آدمی، یه روانشناس میاد میگه آقا من تونستم مثلا کمک کردم.
ببین این از خودکشی سیاسی رو ما در واقع نقد بکنیم، اصلا هر نوع خودکشی که دست کم 2 مورد در سال اخیر داشتیم که عده‌ای با ادعای اینکه من میخوام کنش سیاسی بکنم خودشون رو کشتن. دقیقاً. خیلی از جامعه شناسا هم واکنش مثبت نشون دادن، من خب مخالفت شدید کردم، خیلی خوش خوردم بابت. بله خب گفتن شما نباید حمایت می‌کردید. میگم آقا خودکشی بالاخره رفتاریه به لحاظ اجتماعی مذمومه، به لحاظ اخلاقی مذمومه. حالا من اصلا اون رو نمیخوام، ولی در واقع مرگ رو تشویق نکنیم. من از این منظر میگم، من کاری به مظلوم بودنش ندارم، ولی در واقع از فرد خودکشی کننده حالا با هر انگیزه که بوده چقدر هم قهرمان نسازیم، رمانتیکش نکنیم. آقای دکتر خب اون استانداردی که گفتم، پروتکلی که وزارت بهداشت حالا انجمن ملی پیش خودکشی نوشته همینه. میگه آقا قهرمان سازی نکنید. اولین اصل قهرمان سازی نکنید، چهره فرد نشون ندید، نگید خودکشی کرد بگید به زندگی خودش مثلا پایان داد، خیلی توضیح ندید، اصلا معلوم نیست دلیلش چی بوده. نگید بگید آقا به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل اقتصادی، یا نقشه‌ای که با اون نقشه خودش کشته اون نقشه رو بیان نکنید که به آموزش بدید، نقشه‌شو نگید. دقیقاً. و همه اینها میتونه واقعاً سونامی ایجاد کنه، چون اتفاق افتاده توی جامعه ما، خیلی داشتیم از این موارد. و هرچی ما متعهد باشیم به مسئولیت اجتماعیمون نسبت به رفتارهامون آقای دکتر در جامعه، که میتونه هر گفته و نوشته ما و شما در جامعه مخاطب خاص خودشو داره و گوش میده و عمل میکنه. بارها میبینیم که اعتراضایی که به نوشته های ما میشه، به گفته های ما میشه، نشون دهنده تأثیر ما بر اون جامعه است و باید نسبت به این مسئله خودکشی که خیلی موضوع حساسی هست قطعاً باید خیلی مراقب باشیم. چرا؟ چون میتونه بازخوردهای چیزی و متاسفانه رسانه‌های چیز ما هم خیلی خوب کار نکردن و یعنی ما پروتکل داریم ویژه رسانه‌ها، ویژه اینها رو اگه یه روز فرصتی باشه حاضریم آموزش بدیم، مثلا گفتگو کنیم که بتونه مثلا حداقل شما میخواید خبر یه خودکشی اصلا چه لزومی داره به خبر یا اگر میپردازید حواستون باشه حالا دارید از مثلا مرگ دیگران مثلا سوژه درست میکنید و عرض کنم که نانی در میآورید، دست کم سبب مرگ بقیه نشوید. یه نکته چیز خیلی مهم هم، شما در پایان هر خبر مرگ خودکشی باید خطای هاتلاینا رو کاملا معرفی کنید که اگه شما به هر دلیلی درگیر مسئله هستید و نیاز به کمک دارید لطفاً با این شماره، یعنی مال فکر کنم بی بی سی زده بود، بله، مال مرگ همون ویلیامز چیز اسمش بود، بازیگر مرد. آره اون پایینش هم نوشته بود یه خط فکر کنم مال اصلا خودکشی اینجور مشاهیر رو باید خبری کرد. من خودم اگه کلاً خبری نشه قطعاً بهتره، اما از اونجایی که چهره‌های مشهور معمولاً بالاخره توی جایگاه اجتماعی خودشون همیشه چیز داشتن و نوع مرگشون هم میتونه همیشه مورد توجه کل جوامع اون کشور باشه، قطعاً رسانه‌ای میشه. یعنی یک چیزی که محتمل کارش نمیشه، اما شیوه درست پردازش به اون خبر بسیار مهمه که میتونه تأثیرات منفی رو کمتر بکنه. دکتر خب من میدونم که شما تو حوزه پیشگیری از خودکشی فعال هستید. چقدر میشه در این زمینه موفق بود و کار کرد و خودتون چقدر موفق دیدین تا من آقای دکتر در سیر زمان یاد گرفتم و باز از خود افرادی که کمک خواستن و صبوری و حوصله دادم و مثلا گوش دادم، گفتگو رو قطع نکردم. هیچ موفق بودین تو؟ بله خیلی. رو من یه بار یه دانشجویی بود، آقای دکتر اگه از شرایط خانواده‌اش بگم باور کن ناراحت میشم. پدر و مادر فوق لیسانس در دانشگاه تهران، خودش دانشجوی دانشگاه، یک از دانشگاه اسم نمیارم، و یه شب من پیام داد، من باش صحبت کردم، گفتم این شماره تماس منه، اگه حالت بد بود و نیاز به کمک داشتی لطفاً در هر ساعتی از شب و روز به من زنگ بزنید. ساعت 12 ظهر بود، بعد به من زنگ زد با ناراحتی و گریه و اینها، گفت فلانی من الان طبقه چندم دانشگاه هستم. گفتم خب
گفت وصیت‌نامه نوشتم و میخوام تموم کنم دیگه. گفتم میتونی لطف کنی قبل از اینکه بپری وصیت‌نامه تو برای من بخونی؟ گفتم شما که لطف کردی زنگ زدید، آره قبل اینکه این اتفاق بیفته لطفاً به من بگید. گفت باش. خوند، یه 2-3 صفحه‌ای برای من خوند و با گریه و ناله. گفتم فکر میکنم وصیت‌نامه هنوز یه چیزای دیگه نداره. گفت مثلا چی؟ گفتم خب بالاخره چرا هیچی از بابا نگفتی، از ماما نگفتی، از خواهرت نگفتی، از زندگی نگفتی، از دانشگاه نگفتی؟ آره خیلی حرف دارم، خیلی دلخورم از همه‌شون. گفتم بگو من میشنوم، بگو حرف بزن. من این گفتگو رو آقای دکتر 1 ساعت طول کشید. 1 ساعت ادامه داد. باور بفرمایید یادمه یا 50 دقیقه تا 1 ساعت طول کشید. بعد هی آروم آروم کنار اون فضایی بود که میخواست بپره آوردمش پایین. گفتم الان کجا؟ گفت الان هم کفم. تخلیه‌اش کردی؟ بله اجازه دادم حرف زده. من فقط 2-3 کلمه گفتم. هی تشویقش کردم به حرف زدن، به گفتن. گفتم بگو خب چی شده؟ میدونم خیلی ناراحتی، حق داری، ولی میدونم حتما راهی هست، صبور باش و حتما کمکت میکنم. خب من خودم بودم تلفنی، اون مثلا آره دانشگاه بود و اصلا نزدیکش نبودم که بخوام مثلا این کمک. و این راه ارتباطی رو من باش باز کردم، تونستم بعداً ببینمش و ارجاعش بدم به یک روانشناس خوب و الان هم خدا را شکر شرایطش اوکیه. خیلی از این موارد من زیاد داشتم که مثلا حالا چون همین شبکه‌ها خدا را شکر خیلی لطف بزرگی این شبکه‌های مجازی که میتونن آدم‌ها جستجو میکنن. چون من هشتگایی که زدم مثلا میگم آقا برید پیشی از خودکشی، همین لینکی گذاشتیم اونجا، آقا اگه چیز شد با این شماره تماس بگیرید، به من پیام بدید. بالاخره خیلی انرژی میگیره دکتر، خیلی سخته ها. بله بسیار چون طرف یعنی با خودش وقت هست، بله بسیار آشفته از خشمگین، ناراحته و هیچی هم اون از ببخشید از نزدیکترین آدمای جامعه که خانواده‌اش هیچ خیری ندیده، هیچ چیزی ندیده و خیلی به قول معروف در شرایط بغرنجی بوده و ما هرچی وقت بذاریم، حالا اگه چه ایرادی داره خانواده، دوستان خیلی میتونن تاثیرگذار باشه، هم کلاسی دوست هم باشگاهی. ما دنبال یه سنخی هستیم آقای دکتر به اسم تسهیلگر اجتماعی، یعنی آدمایی که مثلا استاد دانشگاه طرف، مربی ورزش، نگهبان مسجد، نگهبان که اینا فعال‌تر بشن. آره خادم مسجد مثلا، نمیدونم ورزشکار، هنرمند. من این خلل تو دانشگاه احساس کردم کسی که اینا رو که یعنی جوانان ما در واقع متاسفانه تو خیلی از دانشگاه ما مجال این وجود نداره، مجاریش وجود نداره که بتوانن به افرادی مثلا استادشون مراجعه کنن و بتونن فشارشون کم کنن یا مشورت بگیرن. یه دوستی داشتم توی دانشگاه به استادش گفته بود من هفته دیگه این کارو میکنم، به زندگیم پایان میدم. هیچ، بعد هفته دیگه هم تموم کرد، هیچ کاری هم نکرد. گفتم بابا حداقل تو میتونستید دوستان و هم اتاقاشو هم اتاقیاشو بگید آقا مراقبش باشید، اینو میکشید کنار، درد چیه، مشکلت چیه، اگه نیازی هست من با خانواده‌ات صحبت کنم. یه خاطره من اینجا بگم. من 7 سال دانشگاه تهران بودم و تو کوی دانشگاه زندگی میکردم. یه روز خیلی نمیدونم داستان چی بود، عصبانی ناراحت بودم. یه هم که اتاقی هم داشتیم که شکست عشقی خورده بود و لحاظ روانی به هم ریخته بود. یک روز قراری داشتم میرفتم جایی، بعد این اومد گفت من میخوام خودم بکشم. خب منم خیلی عصبانی بودم، نمیدونم داستان چی بود. بعد گفتم از اون عصبانیت گفتم که خوش به حالت که جرأتشو داری. خب من جرأت اونم ندارم. اینجوری باهاش صحبت کردم و رفتم، اما منو ول نکردی ماجرا. یعنی رفتم به دوستام رسیدم و گفتم که به اونا گفتم بچه اینو به من گفت و من نگرانم. و بعد وقتی برگشتیم این تعداد زیادی قرص خورده بود و وقت بچه ها خوب تیز کردن. یعنی یکی از بچه ها که خیلی حرفه‌ای تر بود متوجه شد و عرض کنم که قشنگ از چیزش کشید بیرون و بالاخره عملیات نجات انجام دادن، بردن بیمارستان. خیلی مهمه که حواسمون باشه، توجه بکنیم. یعنی
عرض کنم که حتی ممکنه حالمون بد باشه مثل اون داستانی که الان عرض کردم، ولی خیلی مهمه یه کمی توجه میتونه جان کسی رو نجات بده. خیلی میتونه. اما من اینقدر سوال دارم که نمیدونم مثلا مجال داریم بپرسم یا نه. میبینید مثلا یکی از گروهایی که به شدت در معرض خودکشیه و تحقیقاتی هم تو ایران جوشون شده، سربازا هستن. بله. به دلیلی که اصلا هم دستشونه ساعت زیادی باید اینا مثلا نگهبانی بدن و تو برجک مثلا دارن نگهبانی میدن، اصلا هم دستشونه. من خب فرایندی من خب 28 ماه سربازی کردم، اونم در دوران جنگ. برخوردهای تحقیرآمیز فرمانده ها رو تجربه کردم شخصا. عرض کنم که و اون سربازی که احساس بی‌قدرتی میکنه، مدت‌های طولانی که خانواده رو ندیده یا از عشقش دوره و یک آینده‌ای برای خودش متصور نیست، خب اینا خیلی پتانسیل خودکشی دارن، بخصوص که اسلحه دستشونه. بله. خب من می‌خواستم راجع به سربازا صحبت بکنین و اینکه ما آیا میتونیم با نظامیان، فرماندهان نظامی توصیه داشته باشیم که در واقع توجه بکنن به این مسئله، یعنی معضل خودکشی در میان سربازا به عنوان یک قشری که این پتانسیل میتونه داشون باشه. شما چه توصیه دارین براش؟ سربازی رو خب ما هم تجربه کردیم، اونایی که سربازی رو تجربه کردن خیلی شفاف و ساده یه بخوایم در موردش حرف بزنیم، محیطیه که نه تنها ما رو برای پختگی و مردانگی آماده نمیکنه، بلکه ما تحقیر میشه. تحقیر، اجبار، اصلا میگن سربازی اجباری، خدمت اجباری. بله. خوب و هممون هم توی هر کسی تجربه، مخصوصا مردا، این فضا رو تجربه کردن، میدونن که فرهنگ نظامیگری اولا اینکه کلا یک فضا کاملا مردانه است، فضای محصوریه، فضایی که شما ورود و خروج فضای خشکیه، انضباط شدید و اصلا نسبت به تغذیه، خواب، اینا اصلا معنی نداره. امورات انسانی، تنبیه‌های اجباری، من بدترین تنبیه‌ها خودمون تغییر شدن جلوی یک جمع زیادی از سربازا. شما باید مثلا سینه خیز برید. فکر کن 200 نفر باید، حالا تو دوره آموزشی هیچی، اصلا دوره‌های عادیش هم مثلا شما سر یک کنترل تلویزیون 200 نفر باید بیان مثلا 100 بار بشین پاشو برن. سر هیچ چیزی بی‌معنی. این خشونت به شکل اوریانه، دوری از فضای خانواده، مسائل عاطفی، چون سن پیدایی بزرگسالی، به قول جیسر از خانواده به اجتماع اومده تو محیط سربازی، اون دلتنگی ها، وابستگی ها خیلی چیز میشه، نگهبانی های طولانی. آره. و بیخوابی ها، نگهبانی ها، یعنی واقعا نگهبانیش آزارهایی که هست. مثلا من یادمه خب برام خیلی بی‌معنی بود، وسط ساختمون یه دونه سیم اونجا بسته بودن، اسمش هم میگفتن پلمبه، پلمب اسلحه خونی. بعد من 3 ساعت گفتن 3 ساعت اینجا باید وایسی، خب کسی اون سیمو دست نزنه. خب بعد من که اینجا ایستادم، خب کاملا احساس بی‌معنایی میکنم. خب یعنی شما کاری رو انجام میدید کاملا بی‌معنی، واقعا بی‌معنی. خب 3 ساعت حس میکنی، حالا نه یک نفر، شما این شیفت باید هی بچرخه، یعنی یه خشونت. گاهی وقتا به دلیل اینکه سرباز کمه، این زمان نگهبانی خیلی بیشتر میشه، مثلا میشه مثلا 2 ساعت 3 ساعت میشه. این خشونت به شکل به نظرم اوریان هست و جالب این اصلا هم دستشه دیگه. بله. ولی خب من خیلی حالا فرماندهان ارشد دیدم، آدم‌های جنتلمن، آدم‌های خوش مشرب، مثلا خیلی واقعا آدم‌های خوبی داریم تو سطح رده بالا، اما در سطح اون سطح کادر نظامی که با اینا کار میکنن، تو فضای خود پادگان و محیط‌های نظامی و مخصوصا آموزشی، اون رفتار مبتنی بر خشونته. یعنی شما میخواید خشونت، تحقیر، یعنی شما یه چجوری بگم، یه تیپی نمیدونم چند هزار نفر رو باید منضبط که تازه از خونه اومده، رها شده، همینجوری اصلا هیچ درکی از محیط نظامی نداره، به اجبار باید اینو توی صبحگاه، توی شامگاه نمیدونم، توی رژه، توی محیط‌های نظامی، نگهبانی و محدودیت‌هایی که برای مثلا فکر کن طرف خانواده‌اش مریضه، نمیدونم مشکل مالی داره، مشکل عاطفی داره، شکست عشقی داره و اینور هم داره تغییر میشه. یعنی همه چی دست به دست هم میده تا این فضا چیز در بشه. من قبلا یه اتفاقا گفتگویی داشتم برای گفتم آقا شما همین طرح‌های امریه‌ای که هست برای مثلا سربازان، اینایی که تحصیل کردن مخصوصا بیان مثلا کار میکنن تو محیط‌های اداری، اینو تحصیل بدن به همه رشته‌ها،
و بتونن مثلا به جای اینکه اگه ایران در شرایط بخش همین جنگ‌ها هم که تغییر کرده اصلا دیگه سرباز به اون معنا نمیره که بخواد جنگ مثلا زمینی باشه اینا، فضای ارتباطی، اون انسداد و اون سرکوب و اون استبداد و اختناقی که در فضاهای رتبه‌های پایین‌تر محیط نظامی هست، اون کنش متقابل، چون فرد اصلا حق اعتراض نداره. شما فکر کن مثلا یه سرباز خیلی تنومند هم بخواد با یک فرمانده خودش درگیر بشه، مستقیم باید بره زندان. شعاری که دائم میشنیدیم این بود که ارتش سرا نداره. یکی تشویق برای یه نفر، تنبیه برای همه. بله. خب این فضا میتونه و محیط. یه بار یادمه که خود چند تا از مسئولین نظامی دنبال این بحث پیشگیری از خودکشی بودن، یعنی خودشون میدونستن که این مسئله خیلی مهمه. ما توی حوزه خشونت‌ها هم بیشتر داریم توی این قضیه، چون محیط جنگ، محیط نظامی، محیط اصل بر بدنه، یعنی مدیریت بدن، توانایی جسمی، خشونت بدن. بعد اون تحقیر شدن جلوی تعداد زیادی از افراد میتونه آسیبزا باشه، به خصوص که ممکنه سربازای هم قطار بعد اونو دست بگیرن. آیا تو شما تصور کنید به یک جوانی که تازه برای خودش شاخشونه کشیده تو محلش، جولان داده، بعد میگن برو حالا سرویس بهداشتی رو تمیز کن. این خیلی برای اون فرد شکننده هست و هر نوع رفتار پرخاشگرانه و خشونت‌آمیزی از این میتونه یعنی دیده بشه. به این خاطر اگه حالا محیط نظامی من واقعا نمیدونم، ولی خیلی میشه کار کرد. یه سری بالاخره تو این فضا میتونن روانشناس بذارن، برنامه‌های آموزشی بهتری بذارن، این سطح خشونت‌ها رو، این فرمانده‌های دست پایینی که مستقیم با این سربازا و با این کادرها کار میکنن آموزش بدن که رفتار درست. قرار نیست که اگه من میخوام بیام به پختگی برسم نباید بیام تحقیر بشه. زمانش نباید تعیین نظر کرد، زمان سربازی خب زمانش هم دیگه واقعا خیلی زیاده، به نظرم خیلی زیاده. مثلا یعنی در واقع بی ثمره، اون 2 سال دستاورد رو نداره. شما بهترین سن جوانی سن 18 تا 20 دیگه. حالا شما میگید 2 سال، من که اصلا در زمان جنگ بود و 28 باشه. عرض کنم که این که دائما با چنین افرادی سرکار داشتین چقدر رویتون تاثیر گذاشته؟ آقای دکتر، بهترین حسی که من پیدا میکنم اینه که به یه انسانی کمک میکنم و حالش خوب میشه و جبران میکنه. واقعا به لحاظ روحی روانی خیلی حالم خوب میشه. این یک مسئله. یه مسئله همین که من خودم تو فعالیت‌های ورزشی، تو فضای خانواده ارتباط خیلی خوبی با خانواده خودم دارم، با بچه‌هام خیلی صمیمیم. بخشی از تفریحاتم تو فضاهای عاطفی خانواده و دوستانی که هستن. خلقم منشم معمولاً توأم با آرامش، با محبت. سعی میکنم کمتر خودم مثلا آره واقعا به لحاظ چیز خشم خودم رو. البته دکتر یه نکته‌ای داره، اصلا کار کردن با جامعه خشم آدم رو تخلیه میکنه. یعنی وقتی شما معلم ما هستی دیگه، وقتی 10,000 آدم پیام شما رو میخونن و آگاه میشن و امید پیدا میکنن و حس خوبی میگیرن که معلمی مثل شما دارن، اون حس برای شما انرژی میآفرینن. یک موضوعی که در تحقیقات میدیدم، شاید با نظام ارزشی ما خیلی هم خوانایی نداره، پژوهش‌هایی که شهادت و عملیات استشهادی رو ذیل خودکشی جا میدن. بله. شما به عنوان خودکشی شناس در مقابل، خب من تو مطالعات هم بود دیگه این رو دیدم، در مورد اینا چه موضوعی داریم؟ این نوع تحقیقات بسته به نظام فکری ما، مثلا نظام ارزشی، دینی، مذهبی ما، نظام‌های سیاسی ما، تعریفی که رفتارها دارن میتونه بر ساحت اون مفاهیم و معانی تأثیرگذار باشه. مثلا مفهوم جنگ، ما کلی موسیقی داریم درباره جنگ، کلی مثلا شما بگید الان ما میخوایم تو جامعه شناسی صلح بیایم درباره صلح حرف بزنیم، وقتی یا مثلا بیایم درباره یک هشتگی ضد جنگ میخوایم راه بندازیم، یه چیز خیلی رایجه که در دوران‌های مختلف هست. شما وقتی میبینید ارزش‌های غالب بر جامعه، ارزش‌هایی که میتونه یک بخشیش هم به همون جهان فرهنگی مردانه ما
تلقی بشه. یعنی جنگاوری، رشادت، شجاعت، دلیری، مقاومت، اینها در هم تنیدن. ایثار، شجاعت. حالا مثلا شما میرید ژاپن، هاراگیری یا مثلا دوره‌ای که مثلا هاراگیری اصلا برای چیه توی ژاپن؟ برای اینکه یه فردی نمیتونه با شجاعت زندگی کنه خودکشی میکنن. یا سربازان ژاپنی در زمان جنگ آمریکا خودشون رو با داخل هواپیمای، اگه اشتباه نکنم کشتی‌های چیز آمریکایی چیز میکردن و این یه نوع شجاعت بود براشون. توی کشور خودمون هم تو جنگ بوده، حالا مواردی از این دست. به این مفاهیم به نظرم تعریفی که ارزش‌های عام جامعه در مورد رفتارها دارن میتونه از فرهنگ به فرهنگ. ولی اگه شما به لحاظ تعریف دورکیمی بگید که هر رفتاری که میتونه منجر به مرگ بشه توسط اون فرد میشه خودکشی. آره، ولی خب حالا اون از نوع دگرخواهانه تعریف میکنه. دسته‌بندی میکنه. آره. و من فکر میکنم باز هم برمیگرده به مرام و مسلک و ارزش‌ها و نظام ارزشی حاکم بر یک جامعه. به نظرم، حالا نمیدونم دارم که این جواب قانع کننده باشه، اما خب هر رفتاری که باعث مرگ بشه دیگه. من چند تا متغیر بود که می‌خواستم اون اشاره کنیم. ما راجع به سن صحبت کردیم، راجع به جنسیت صحبت کردیم، ولی راجع به روستایی شهری بودن، مثلا خودکشی تو روستا بیشتر یا تو شهر، راجع به فکر کنم مثلا دکتر میگفت خودکشی مال شهره، راجع به دینداری و خودکشی، راجع به قومیت و خودکشی، این به اینا هم دارم می‌خواست اشاره بکنم. یک کوتاه حالا می‌خوام، اتفاقا خیلی جالبه، من اول در روی کدومشون بگم؟ هر کدوم. روستایی و شهری. من فکر میکنم چون خیلی از مناطق ایران رو رفتم و بررسی کردم، حالا تعریف ما از شهر و روستا تعریف درستی نیست آقای دکتر. تعریف ما تعریف درستی نیست. یه شهری 5000 نفر جمعیت داره، شهرداری داره، فرمانداری داره، همه. نه تعریف رسمی نه، تعریف جامعه شناختی منظورم. ولی تعریف جامعه شناختی شهرهای ما حتی تا 40-50 هزار نفرش روستا هستن. خودم بر اساس حالا هم آمارها هم رصدها هم پیگیریایی که داشتم فکر میکنم خودکشی تو جامعه شهری، تو جامعه روستایی بیشتره. به دلیل خیلی، من فکر میکنم این دلیل جامعه شناختی داره. تغییرات توی روستا اتفاق افتاده، اما شرایط اون ارزشی هنجاری و اون همساز نشده، هنوز تغییر نکرده. یعنی شما مثلا تو فضای شهرهای بزرگتر عروسی‌ها، عزاها، جشن‌ها همون روستاییه. یعنی شما فرهنگ روستایی فرهنگ روستایی اومده تو شهر هم باستولید شده. خب یکی این مسئله هست، یعنی و اینکه یعنی نظام رصد و ثبت اجتماعی آماری ما تو روستا هم مثلا میشه گفت خیلی وجود نداره. در نتیجه مثلا خیلی از این مرگ‌ها حالا درست شاید بره پزشک قانونی تاییدیه دفنم بگیره، اما معمولا شاید مثلا خودکشی باشه. من فکر میکنم چون هم فقر تو روستا بیشتره، هم تغییرات اتفاق افتادن، اما شرایط اون آزادی‌های فردی که مثلا تو فضای شهر هست معمولا تو فضای روستا وجود نداره. جمعیت همگنه، جامعه همگنه. آره، جامعه خیلی نگاه فرهنگ سنتی حاکمه. یکی اینه، یکم آیا تو شهرها، حالا من تو رساله خودم، حالا شاید بخوای بپرسید میگم خدمتتون، ببین ما 60% خودکشیایی که در تهران مطالعه کردیم مهاجرت از همون شهرها و روستاهای منطقه زاگرس خودکشی اومدن. پس نمیتونیم، یعنی یکی از شما خب پیشوا بود، ورامین بود، هرچک بود و پاکدشت. حالا شما میرید اسلام شهر و بهارستان و رباط کریم و پرند و ملال، اونم همینطور. تازه اونا چون محور غربه، مهاجرت ها به اون شهرها بیشتره. یعنی معمولا پتانسیل اینکه مهاجر خودکشی بکنه بیشتره. اصلا همینن آقای دکتر. شما تو اعتیاد، ولی خب شما گفتین مهاجر افغانستانی نبود، درسته؟ خیلی کم متفاوت. آره، حالا داستان افغانی‌ها اصلا یک فرهنگ خاص دیگه دارن، خیلی متفاوتن در خصوص خودکشی. آره، ولی خب در خصوص مذهب هم من عرض کنم خدمتتون، ببین من 2 منطقی داریم که مذاهب سنی و شیعه درش با هم زیست میکنن. خیلی جالبه ها. یکی منطقه کرمانشاهه، خب یکی منطقه استان گلستانه. آره، تو تایباد هم داریم اینا. آره، خب حالا جالبه. توی استان گلستان ترکمن‌ها که سنی‌ان خودکشیشون خیلی کمه. توی سیستانی هایی که اومدن توی استان گلستان و خدمتون فارسا بالاست. یعنی تقریبا 2 برابر
سنی ها. من سیستانی هم مثل فارسا هم؟ آره سیستانی هم بالاست. و جالبه توی استان کرمانشاه هم که باز همزیستی و حالا همسایگیه. من این فارسا شیعن؟ نمیدونم واقعا. آره یعنی نمیدونم چون برای خودم هم سوال بود. آره. چون یه آماری رو داشتم از یه مطالعه میخوندم این برام جالب بود. توی شهرهایی که کرمانشاه شهرهای سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب، کنگاورا، هرسین اینا شهرهای شیعه نشین هستن و شهرهای حالا محور قصر شیرین و محور جوانرود و که سنی ان تا بره حالا کردستان پاو تا مسیر کردستان خودکشی تو اونها خیلی کمتره. توی شیعه ها بیشتر از چیزه. این دقیقه آمار دقیقه. آره این آمارهای خودشون هست. یه نکته دیگه هم این که توی خوزستان هم باز اهل تسنن نسبت به شیعه ها باز هم تو منطقه جغرافیایی باز شیعه ها بیشتر. آره دیگه. خب این الان در واقع نوع مذهب بود که میگفتین رو خودکشی تاثیر. این های دکتر میتونه ردگم کنی باشه. یعنی فاکتورهای دیگه وجود داره که در واقع ریشه اونه اصلا نقش مذهب رو خنثی کنه. مثلا فقر و محرومیت و حاشیه نشینی متغیر دیگه بود. آره شما مثلا دکتر شما الان میری توی مترو تهران 70-80% دستفروش مترو هرسینی هستن. خب شهری که بالاترین خودکشی رو داره. خودکشی رو داره. بله یعنی جزء شهرهای های ریسکه. مثلا یا توی شهری مثلا اسدآباد همدان، اون مکان داغ که ما گفتیم. توی اسدآباد همدان هم باز نگاه میکنید باز شهرهایی مثل خود اسدآباد چند تا گروه قومی هست، ترک هست، کرد و لک هست و لورا هستن. توی اینها هم باز همزمان خودکشی توشون بیشتره. من چیزی که از مطالعات خودم دریافتم آقای دکتر هیچ مدل جامعی برای اینکه بگیم مثلا برای مطالعه درست خودکشی آخه چرا مثلا یه مدل جواب نمیده. هر منطقه تو همین 4 تا شهری که در رساله مطالعه کردم 4 الگوی متفاوت خودکشی وجود داره در گروه‌های قومی و مختلف. مثلا چیزی که هست مثلا توی پیشوا اون نظام هنجاری ارزشی مذهبی بسته هست. توی مثلا شهر ورامین بله کارت دیدم. آره. خب این تفاوت‌ها وجود داره. یه جایی مهاجرت، یه جایی دینداری قوی ضعیف چیه دکتر؟ ببین دینداری خب یه فاکتور خیلی قوی وجود داره که آدمایی که مثلا میگیم اعتقاد مذهبی قوی تر دارن خودکشی درشون کمتره. یه سوال ما خب ایرانی ها همشون مسلمونن دیگه، شیعه هستن، چرا خودکشی باز زیاد شد؟ این بازم میگم فاکتورهای دیگه هست که میتونه نقششون پررنگ‌تر، یعنی ما بررسی دقیق‌تر نیاز داریم برای این بحث، پررنگ‌تر و عمیق‌تر از مذهب باشه. من آدمای مذهبی دیدم که خودکشی کردن. بله خب خیلی میتونه، یعنی هر روز نمیتونیم ما چیز مطالعه دقیقی در این مورد نداریم که بخوایم باید دقیق‌تر صحبت بکنیم. خیلی آیده که بحث زیاد داریم، خیلی من خودم کنجکاوی دارم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اما خب این بحثی است که به نظر میاد تمامی نداره. یکی دو تا سوال فقط میخوام مطرح بکنم و نهاییش بکنیم ببندیم. حالا اگر مجالی شد عمری باقی بود شاید شما یه پژوهش دیگه کردید و در واقع بهانه‌ای شد با هم گفتگو بکنیم. احساس انسانایی که بر جای ماندند، یعنی عزیزی خودکشی کرده و در واقع حالا اینا بر جای ماندن با یه داغ بزرگ مواجه هستن، احساس اینا و درد و رنجی که میکشن میخواستم صحبت بکنیم راجبش خیلی کوتاه اگه میشه، که مثلا این فردی که مانده با خودش میگه که این چقدر بیرحم بود که خودش رو کشت و ما رو لحاظ نکرد. خب احساسشون مواجه بودین دیگه باشه. بله باشون من خیلی گفتگو داشتم، خیلی رو دیدم. حس عذاب وجدان، حس گناه، احساس شرم، احساس خشم نمی‌کنن. بله بسیار خشمگینن که چقدر بیرحم بودیم با ما این کارو کردیم. نه برعکسه، میگی چرا ما بهش مثلا توجه نکردیم، چرا به دردش گوش ندادیم. یه چیزی دیگه هم هست تو این داستان،
نوع ارتباطی که اون خانواده با اون فرد داره، اینکه آیا واقعا اون فرد در اثر بیماری فوت شده، خودکشی کرده، یعنی بیماری روان داشته یا افسردگی داشته، یا اینکه نه یه فرد آزارگر بوده. چون اغلب آدم‌ها وقتی میمیرن عزیز میشن، اینا رو تقدیس میکنیم. تو خودکشی هم همینه، قهرمان سازی مرگ هم به خاطر همینه که بعد ازش اجتناب کنیم. آره، نه معمولی مثل بقیه آدم. مثلا توی عزاداری ها خیلی به اینا توجه میشه چون میخوان جبران کنن به یک نوعی. اون احساس شرم، احساس پشیمانی و تنش ها و خشونت ها بیشتر میشه و اون خانواده دچار یه فروپاشی میشه. یعنی چرا؟ چون یک فرد رو از دست داده و خودش احساس شکست میکنه. یه چیزی هم هست انکار میکنن، کلا سکوت مطلق. گاهی اوقات درد بزرگ در مورد این مسئله سکوت میکنن و یه گروهی هم به دنبال جبران هستن، یعنی سعی میکنن با کارهای خیرخانه، با کارهای خوب اون خلاها، کمبودها، اون مثلا کارهای نکرده رو میخوان جبران کنن. من میگم خیلی نکته و سخن مونده، ولی میخوام شما اگر داستان قشنگی ماجراتون دارید بحث رو با این ببندیم. یک خاطره ویژه‌ای اگر راجع به خودکشی دارین با ما بگید و عرض کنم که بحث با این خاطره شما تمام بشه. من همینجا قدردانی میکنم و حضورتون آرزو میکنم که در واقع مسیر خودکشی شناسی رو ادامه بدید، برای جامعه ما یه متخصص برجسته باشید که کمک بکنه به در واقع حفظ زندگی ها و عرض کنم که در جامعه شناسی ایران و خودکشی شناسی تو ایران بدرخشید و تاثیر بذارید. من دیگه بسپارم به شما و شما داستانتون رو بگید و تمام کنید. من آقای دکتر واقعا خوشحالم که معلم خوب و خیلی عمیق و جدی و کسی که بیشتر از هر کسی فرهنگ انتقاد و نقد پذیری رو توی حوزه حداقل آکادمیک و دانشگاهی رو در حوزه سیاسی هم این فرهنگ رو شما خیلی هزینه اختیار دارید. خواهش می‌کنم با همدلی بکنم. واقعا اینجا یه فرصتیه که من ازتون ممنونم از اینکه یه معلم دلسوز برای همه هستید، فارغ از دانشگاه خیلی دانشجو دارید و از اینکه این فرصت رو بزرگوارید. من یه دو سه تا نکته بگم، چون میدونم شبکه‌هایی که ما درش هستیم خیلی ممکنه خانواده ها اینا رو ببینن و بشنون. ببینید دوستان عزیز، خودکشی خیلی رنج عمیقیه، خودکشی درد بزرگیه. حتی اگه یه مرگ خودکشی اتفاق بیفته ما هممون باید عزا بگیریم، صادقانه بگم، به خاطر اینکه این نوع مرگ قابل پیشگیری های دکتر. این نوع مرگ میتونه اتفاق نیفته، ما چون نمیدونیم و نمیخوایم و یا نمیتونیم جوانامون، عزیزانمون، خواهرمون، برادرمون، همسرمون، همسایمون جلو چشممون میمیره. بیاییم توی ذهنمون، توی مسئولیت اجتماعی خودمون متعهد بشیم سطح آگاهیمون، سطح دانشمون، فهممون را از خودکشی یکم عمیق کنیم و بدونیم که آدم ها خودکشی میکنن از رو سیری نیست، از رو رفاه هم نیست، از رو درده. حتی آدم هایی که دارن از رو درده، از رو اینکه کسی نبوده اینا را بفهمه، کسی نبوده با اینها در دل کنه، گفتگو کنه، بفهمه اینها رو و تو تنهایی خودشون به زندگیشون پایان دادن. بیایم بشنویم، بیشتر بشنویم. همون جوری که میریم تو طبیعت صدای آبشار و درختان و پرندگان را، صدای بادی که این درخت‌ها را شاخه هاش رو تکون میده، حال ما رو خوب میکنه، بیایم دردهای آدم‌ها و نزدیکان و عزیزانمون رو بشنویم، گوش بدیم. اتفاقی برامون نمیفته. ما نیاز داریم یک همین ظرف وجودیمون رو برای شنیدن، فهمیدن و تایید کردن دردهای آدم‌ها باید توسعه بدیم و مطمئن باشید که منی که تقریبا داره میشه 20 سال با آدم‌هایی که خودکشی کردن و درگیر بودن و کمک کردم، هر کمک دستم برآمده، هیچ اتفاق بدی برای من نیفتاده. اگه درباره خودکشی حرف میزنم، من هیچ اتفاق بدی برام نیفتاده و فرصتی که آدمایی که درد دارن به من
پیام بدن، زنگ بزنن و گفتگو کنیم. فقط حرف میزنیم، مهم نیست چی میگیم، مهم نیست چی میشنویم. بیا متحد بشیم و آگاهیمون بیشتر کنیم. و چون خودکشی من فکر میکنم توی ایران 2 معنی داره. یکی یه اعتراضه، یه خشمه. من اینجا نیاز هست شاید 4 تا آدم مسئولم این ویدیو رو ببینن، بگم آقای دکتر احساس مسئولیت میکنم. اون مسئولی که اون بالا نشستی، دردهای جامعه رو، دردهای مردم رو ببینید، بشنوید و حل کنید. چون شما میتونید، چون ابزارش دارید، چون سیاستش دارید، چون سازمانش دارید، قدرتش دارید، پولش دارید، اندیشش دارید و سیاست و زور و پول و سازوکارش رو دارید. به درد مردم توجه بکنید که جوانای ما یکی یکی یا معتاد نشن یا خودکشی یا نه قدر این موقعیت رو بدونید. و این فرصتی که آقای دکتر، این جنگ 12 روزه یک بیداری بزرگی برای کل همه مسئولین و مردم بود که ما چقدر نگران هم هستیم. روزایی که مردم داشتن از تهران میزدن بیرون، واقعا برای ترس جون خودشون نبود، نگران همدیگه بودن. به اجبار خانواده از اینجا رفتن. من اینو کجا فهمیدم؟ زمانی که داشتن برمیگشتن، بچه هاشون رو جا گذاشته بودن تو شهرستان، خودشون برگشته بودن. این آدم های دکتر شایسته بهترین ها هستن. باید توجه کنیم به مسائلشون، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی. اگه میخوایم خودکشی رو پیشگیری کنیم، فضا رو از هر جهت های دکتر باید باز کنیم، هم سیاسی، هم اجتماعی، هم اقتصادی، هم فرهنگی. باید بشنویم کاری که شما انجام دادید، کاری که تحمل نقد رو داشتید و آموزش دارید نقد کردن رو. ما تمام سیاستمدارانمون، مسئولینمون، مردممون، رسانه هامون، حزبی که نداریم، آدم هایی که تو این جامعه هستن، باید یاد بگیریم، با هم حرف بزنیم، تحمل کنیم و بشنویم و هیچ اتفاقی برامون نمیفته با شنیدن. شما الان هنوز زنده اید روبروی من هم زنده ام روبروی شما. سالها داریم درباره پیچیدگی مسائل ایران هم حرف میزنیم و نقد میگیم، فحش میبینیم، فحش میشنویم. اما موندیم برای اینکه این ایران رو دوست داریم و میخوایم انشالله به یه مقصودی برسیم. من بازم ممنونم آقای دکتر از اینکه پای در دل منو شنیده، از اینکه با کارهای افتخاری بود که کمک میکنید و کارهای ما انشالله کتاب بتونه با مقدمه خوبی که شما نوشتید بتونیم انشالله امیدوارم برای جامعه درست استفاده بشه. آثارتون در مورد خودکشی خوانده بشه و امیدوارم که در این مسیر موفق باشید و بتونید تاثیر بذارید و اون جایگاهی که لازمه برای این تاثیرگذاری پیدا بکنید. به امید خدا. خیلی بحث‌ها و نکات مختلفی مونده، ما اصلا فرصت نکردیم راجع به نظریه‌های خودکشی در روانشناسی، نظریه‌های خودکشی در جامعه شناسی، بحث‌های پارادایمیکی که در جامعه شناسی راجع به خودکشی هست، در مورد هیچ کدوم از اینا مجال سخن گفتن پیدا نکردیم. امیدوارم که گفتگوی ما آموزنده باشه و کمک بکنه به این که شناختمون از این پدیده پیچیده بهتر بشه، کمک بکنه به این که حساسیتمون نسبت به کسانی که کنار ما زندگی میکنن بیشتر باشه، کمک بکنه به حتی تغییر رفتار کوچیک در روابطمون با آدم‌های اطرافمون و این در مجموع کمک بکنه جهان اجتماعی بهتری بسازیم. ما میتوانیم در واقع از طریق روابط بهتری که برقرار میکنیم جهان رو برای هم زیستنی تر و خوشایندتر بکنیم. آرزوی سلامتی دارم برای همه مخاطبانی که سخنان ما رو میشنوند و آقای دکتر هم بسیار تشکر میکنم. خیلی ممنونم.